بچه یه خبر بد براتون دارم. داشتم ویدیوی آنباک کیمدی رو میگرفتم، یه گوشیم زنگ خورد. حالا بگین خب چی نیست، حالا زنگ خورده دیگه استوب میکنی ویدیو رو میری، ولی نه، من به جایی که استوب کنم ویدیو رو قطع کردم و حواسم نبود و متاسفانه ویدیو رو قطع کردم. بله بذار از کارتایی که گرفتم 2 تا آنباکس کردم. از کارتایی که گرفتم بهتون بگم، مربی گواردیولا گرفتم، مینی فیگورش رو برچسب راموس، دوباره برچسب این مربیه. من زیاد بازیکن‌ها رو نمیشناسم دیگه، ببخشید اگه اسما رو بد گفتم، اشتباه گفتم، زیاد بازیکن‌ها رو نمیشناسم. مارسلو 95 و این کارتا هم اینو گرفتم با اینو. من به خود زیاد بازیکن‌های فوتبال رو نمیشناسم اسمشونو دیگه، ببخشید اگه چیزی رو اشتباه گفتم اینجور چیزا. خب این تا الان از این 2 تا یه دونه آبی باز کردیم، یه دونه سبز. حالا میریم برای نارنجی یا بنفش. میریم برای بنفش باز کنیم ببینیم بنفش چیه. من فقط دلم میخواد با این، ببینیم من الان امضای خیلی زیاد دارم، صدم زیاد دارم، ولی بازم دلم میخواد بگیرم. بابا من خیلی وقت افتادم رو دور 95 و مربی و اینجور چیزا. خب یه کارت 96 هم بهمون داد، همین این مربیه که برچسبش هم گرفتیم. اینم فیگور، برچسب مینی فیگور، این برچسب مسخره ها، این 2 تا برچسب و کارت 96 راموس. چهارمین کارت راموسه که من گرفتم. چند تا مولود 96 راموس میده. خب ولی نارنجی مونده، میریم برای نارنجی دیگه. خدا وکیلی. خب نارنجی امیدوارم یه چیز خوب در بیاد. یه دونه 93 با یه دونه زرد رالی. زرد رالی ندیده بودم. یه مربی 93 نمیشناسم، ببخشید به خدا، کارت اصلا نمیشناسم من. درست فهمیدم، یعنی نه اسمشو نمیدونم. مینی فیگور، برچسب مینی فیگور. این کارته نمیشناسم بازم متاسفانه. این برچسب این 95، این برچسب نه از این کارت مسخره، یعنی برچسب چی اصلا برچسب نیست. حالا یه دونه کارت سبز و یه دونه کارت آبی مونده. ببین من به خدا نگاه نمی‌کنم، این یکی انتخاب میکنم دل خودت. این اصلا رو برمی‌گردم. خب آبی رو میذاریم کنار، سبز رو باز میکنیم. جیجی هایی بالاخره یه دونه کارت امضا. بالاخره بعد مدت ها دوباره داخل یه پک کارت امضا دوباره گرفتم. من فکر کنم دوباره پک بعدی هم کارت 100 داخلش باشه. خب بذارین امضایی رو آخر همه این چیا البته ترسناکه. این بازیکن‌ها رو گرفتم نمیشناسم. فکر کنم کارت دیوید بکام باشه، شایدم نباشه. مینی فیگور، این کارت ها، این برچسب ها، این چه برگه ها، برچسب امضای دیوید بکام، برچسب اوورال 93 کاسیاس، این فیگور و کارت اوورال 93 وینیسیوس. حاجی چی داد؟
کارت خیلی خوبیه بنازم خدا وکیلا. ولی کارت آخری کارت آبی. من نمیدونم همیشه اینطوری میکنم، واقعا نمیدونم چرا. باز میکنیم یه 93 و یه دونه طلایی. فیگور این بازیکن نمیشناسم والا. اوبرا 94 هرچی هست اوبرا 94 شو دار. خب برچسب این بازیکن که قبل توی این پک گرفتیم. چه باحال حاجی. ببینین من همین الان داخل پک هم بازیکن چیز گرفتم، هم بازیکن این برچسب رو گرفتم، هم اموی وینیسیوس. الانم اموی وینیسیوس رو گرفتم. برچسبشون منطقی است. این چه بازیکنیه دقیقا؟ تیمش عجیبه. میشور والا. این اگه میشناسین تو کامنت ها حتما بگین، چون والا هم تیمش عجیبه. تیمش رو نگاه کنید، هم تیمش رو بیام کدا رو من خواستی نگاه کنیم. کدا رو بعد آخر ویدیو شاید گذاشتم. کسایی که کد بازن یعنی کانال و اینجور چیزا دارن کد و اینا میذارن، کد خواستین. کسایی هم که هر کی کدی خواستن بردارن دیگه. من زیاد این کدا رو استفاده نمیکنم. والا نمیشناسم دقیقاً کیه. هر کی هست الان همه بازیکنه که گرفتم بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها همه چی رو درست کردم، درست درمان آشاده همه چی بهتون نشون میدم. همه چی رو این پکایی بود که گرفتم. این اون برگاه، این برچسبای مینی فیگوره، اینا پایه های فیگوره، اینا خود فیگورن، اینا برچسبایی که گرفتم. کاسیاس، دیوید بکام نمیشناسم، بوفون آره نمیشناسم، وینیسیوس نمیشناسم، رونالدو برزیلی نمیشناسم، راموس نمیشناسم. اینا هم برچسبایی که گرفتمه. کارتایی هم که گرفتم، اولیش وینیسیوس، دومیش این، سومیش این بازیکن عجیبه. تو رو خدا اگه این اسمشو میدونی حتما داخل کامنت ها بگینا. این اسمش اصلا واقعا تیمش عجیبه. قطعا اسمشو نمیدونم واقعا. نمیدونم واقعا نمیدونم یا چرا اشتباه بگم. خب این اگه بازیکن خوبیه یا بدیه تو کامنت ها بگین، اسمش هم حالا بگین. خب این بازیکنه این راموس 96 این چهارمیشه. گواردیولا امضا و مارسلو. و بهترین کارتایی که گرفتن مارسلو بود، امضای وینیسیوس بهترینش گواردیولا بود، راموس رو نمیگم چون که چهارمیشه. و آره دیگه همین این سه تا بهترین کارتا که گرفتم. و آره دیگه امیدوارم از این ویدیو بچه‌ها خوشتون اومده باشه. لایک و ساب و آره اینا فراموش نشه. کامنت هم بذارین، سابسکرایب هم کنید. کامنت و لایک و چند بار دارم پشت سرم همشو میگم. همین کار کنین دیگه، هر کاری میشه. لایک، کامنت، ساب بار بزنین. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد، چند بار من میگم، آره همه این کارا رو کنید. خداحافظ.